جالبه که مردم استرالیا با خیال راحت تو این قاره زندگی میکنن، در حالی که اطراف اونها جاندارانی وجود دارند که به سرعت میتونن انسان را از پا در بیارن. این جاندارانی که در عمق جنگل یا اقیانوس پنهان شدن منتظرن تا یک انسان یا هر موجود دیگه ای رو ببینن تا جونش رو بگیرن. حتی شاید خودتون متوجه اومدن اونها نشید. با ما همراه باشید تا 10 تا از مرگبارترین حیوانات استرالیا رو با هم مرور کنیم. قبل از هر چیز، اگه تازه به کانال ما پیوستید حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدید ما جا نمونید. سنگ ماهی. شاید به فکرتونم نرسه که یه ماهی مرگبار باشه، چون همه ما عادت داریم تو خونه هامون ماهی نگه داریم و اونا رو تو آکواریوم قرار میدیم. اما درباره سنگ ماهی قضیه فرق میکنه، چون این ماهی مرگبارترین ماهی جهانه. دلیل نامگذاریش اینه که این ماهی میتونه به رنگ‌های مختلف تبدیل بشه و لابلای سنگ‌های کف اقیانوس خودشو پنهان کنه. اگرچه این ماهی‌های کوچکتر رو میخوره، اما ممکنه زمانی که دارید در کنار بقیه ماهی‌ها شنا میکنید شما رو غافلگیر بکنه. بالای پشتی این ماهی دارای برآمدگی‌هاییه که میتونه پوست و گوشت رو خوب بشکافه. این برآمدگی‌ها حاوی کیسه زهر هستن که اگر با بدن انسان تماس پیدا کنن درد شدیدی ایجاد میکنن که تا ساعتها ادامه داره. اما رفته رفته بدتر میشه و منجر به شوک، فشار خون، فلج عضلات و سرانجام مرگ میشه. به نظر نمیرسه که بخواید بعد از یک روز ماهیگیری یا شنا به این سرنوشت دچار بشید. عنکبوت پشت قرمز. این جاندار ظاهر زیبایی داره، بنابراین شاید تصور نکنید که مرگبار باشه. این عنکبوت زیبا در استرالیا زندگی میکنه. دلیل نامگذاریش اینه که در پشت نوع ماده این جاندار یک نوار قرمز رنگ شبیه اخطار وجود داره. گاز این عنکبوت میتونه علائم مختلفی ایجاد کنه، مثل سفتی و انقباض ناگهانی، استفراغ، ضربان قلب سریع، فشار خون بالا، ضعف و عرق کردن. زهر اون ممکنه به سرعت باعث مرگ بشه، مگر اینکه سریع از پادزهر استفاده کنید. این حقیقت که این جاندار در استرالیا وجود داره باعث میشه هر چیز قرمز رنگ رو خوب بررسی کنید. مار تایپان. این مار که بومی استرالیاست، یک مار قهوه‌ایه که در بیابون‌های استرالیا زندگی میکنه. این مار میتونه تا بیش از 2.5 متر رشد کنه. زهر 12 میلی لیتری این مار میتونه با یک نیش حدود 100 مرد بالغ رو از بین ببره. تنها با یک گاز ضربان قلب فرد افزایش پیدا میکنه و به سکته منجر میشه. اما خوشبختانه این مارهای بزرگ بیشتر در جاهای خلوت دیده میشن که ساکنان زیادی تو اونجا زندگی نمیکنن، اما باز هم امکان خطر وجود داره. کوسه سفید بزرگ. با شنیدن نام این کوسه همه ما به یاد فیلمایی میافتیم که چندین کوسه بزرگ در اعماق اقیانوس فردی رو اسیر کردن و به دور اون میچرخن. حتی اگه اثری از اونا ببینیم دیگه به ساحل نزدیک نمیشیم. کوسه های بالغ تا حدود 6 متر رشد میکنن و وزنشون هم تا 1800 کیلوگرم افزایش پیدا میکنه که برای کشتن چندین نفر کافیه. این کوسه ها در استرالیا تا به حال به چندین نفر حمله کردند. در استرالیا حدود 700 حمله گزارش شده که 200 تن از آنها منجر به مرگ و 400 تن دیگه زخمی شدن. کوسه حدود 100 دندون تیز داره که با یک گاز میتونه شما را به 2 تیکه تقسیم کنه. مار سیاه شکم قرمز. به نظر میرسه که رنگ قرمز نشونه مرگاور بودن جاندارانه. این نوع مار که بومی شرق استرالیاست میتونه تا 2 متر رشد کنه. پوست سیاه به این جاندار کمک میکنه تا در شب پنهان شده و طعمه خودش رو که اغلب قورباغه هاست شکار کنه. اما شکم قرمز اون مثل چراغ نئون روشن و مشخصه. زهر نیش این مار موجب مرگ سلول های پوست میشه. اگه پادزهر به سرعت استفاده نشه موجب از کار افتادن کلیه و مرگ میشه. 8 پای خال آبی. این جاندار دریایی زیبا بیشتر به نظر میرسه که از دل فیلم‌های سینمایی یا برنامه‌های گرافیکی خارج شده باشه. پاهای بلند و لوله‌ای مانندش در همه حال مشخصه.
اما اگه احساس خطر کنه مثل یک مشعل خودشو جمع میکنه. اگه متوجه این جاندار نشید و شما رو گاز بگیره، در اون صورت ماهیچه‌هاتون ضعیف میشه و به احتمال زیاد منجر به مرگتون میشه. تاکنون برای این جاندار هیچ پادزهری شناخته نشده. عنکبوت قیفساز شبکه‌ای. این نوع عنکبوت آزاردهنده ترین عنکبوت جهانه که البته یک نوع دیگه از خودش در شهر سیدنی وجود داره که اون مرگبارترین نوع عنکبوته. این عنکبوت‌ها میتونن از 1 تا 5 سانتی متر رشد کنن و به رنگ‌های مشکی و قهوه‌ای باشن. زهر این جاندار سیستم عصبی انسان را هدف قرار میده و در نتیجه آن از دهان کف خارج شده و موجب اسپاسم ماهیچه میشه. اگه درمان نشه منجر به مرگ خواهد شد و بدتر این که تمام این اتفاقات طی 2 ساعت رخ میده. بنابراین بهتره که در صورت سفر به استرالیا هر شب پیش از خواب زیر تخت خودتون رو خوب بررسی کنید. تمساح آب شور. درباره قدرت مرگاور تمساح آب شور هیچ شکی وجود نداره. با وجود بیش از 100,000 تمساح در آبهای استرالیا و این واقعیت که تعداد اونها روز به روز بیشتر میشه، قضیه کمی ترسناک به نظر میرسه. این نوع تمساح میتونه تا بیش از 5 متر رشد کرده و وزن اون هم به بیش از 1000 کیلوگرم افزایش پیدا کنه. این تمساح با 68 دندان بزرگ انسان رو به راحتی میجوه و تکه تکه میکنه. از سال 1971 که این گونه تمساح مورد حفاظت قرار گرفته، حدود 1/3 حملات تمساح‌ها به مرگ منجر شده. عروس دریایی ایروکانجی. زمانی که واژه مرگاور به گوشتون میرسه به فکر جانداری میافتید که در آب لم داده و مشغول خوردن شکار خودشه. اما اگه با عروس دریایی ایروکانجی مواجه شید، از این تصور خودتون پشیمون میشید. نام این عروس دریایی از مردم منطقه سرچشمه گرفته شده. زمانی که این جاندار زهر خودش رو به شما برسونه، به سندروم ایروکانجی مبتلا میشید. این سندروم به ناراحتی، تهوع، استفراغ، درد و مشکلات تنفسی منجر میشه. این سندروم همچنین خون رسانی به قلب رو نیز با مشکل مواجه میکنه. تمام این اتفاقات تا حدود 20 تا 40 دقیقه پس از گزیدگی رخ میده. بنابراین برای واکنش نشون دادن فرصت زیادی ندارید. زهر این موجود 100 بار از زهر کبرا مرگاورتره و بدتر این که این عروس دریایی به اندازه ناخن شماست. به همین دلیل ممکنه متوجه حضور این جانور در کنار خودتون نشید. زنبور دریایی. این نوع جاندار نوعی عروس دریاییه که در آبهای کرانه استرالیا دیده میشه. این زنبورای دریایی با گزیدن انسان سم مهلکی رو به بدن منتقل میکنن. این گزش به علائمی مانند افت فشار خون، درد، نکروز، فروپاشی قلبی و عروقی و در نهایت ایست قلبی منجر میشه. اگرچه این جاندار همانند عروس دریایی ایروکانجیه، اما نوعی از اون به اندازه توپ بسکتباله، به این معنا که زهر بیشتری داشته و میتونه سیستم عصبی قربانی رو بیشتر مورد هدف قرار بده. زنبور دریایی از دیگر انواع عروسای دریایی مهلک‌تره، زیرا فرصت چندانی برای درمان نیست و قربانی در عرض چند دقیقه از بین میره. بسیاری از قربانیان در بیمارستان یا آمبولانس فوت کردند. تمامی این جانداران میتونن در کمتر از چشم هم زدنی باعث مرگ شما بشن. با دونستن این اطلاعات سفر به استرالیا کمی ترسناک به نظر میرسه، ولی با کمی احتیاط میتونین خاطرات خوشی از سفرتون به این کشور داشته باشین. به نظرتون کدوم یکی از این جانداران از بقیه خطرناکتره؟ برامون کامنت بذارید و پاسختون رو به ما بگید. فراموش نکنید برای حمایت از ما فقط کافیه مطلب رو لایک کنید و عضو کانال ما بشید تا از ویدیوهای جدید ما جا نمونید.